سلام بیننده های عزیز چینل خودتان و خود ما، خوش آمدین به ویدیو امروزی. انشالله که همتان دارای صحت باشین و کاملا جور صحتمند باشین و ما رو با صحتمندی و دل خوش تماشا کنین. اگر دلتان خوش نیست، هیچ وقت انسان خود بدون مشکل نیست. یک مثال است، میگه کدام زاغ است که بیداغ است. هیچ کس بیداغ نیست، اما باید مشکلات و جنجال ها را خرد بگیریم و خوشی های کوچک کلان بگیریم تا که از زندگی لذت ببریم و این زندگی بسیار زیاد گرانبهای ما هدر نره. هر روز ما که تیر میشه، یک روز از زندگی ما کم میشه. هر روز ما که میگذره، اون روز دیگه از زندگی ما پس نمیه. پس از هر روز خود لذت باید ببریم، خوش باشیم. انشالله که همتان خوش باشین. فامیل عزیزم، اگر کسی در فامیلی ما هست، خوش آمدین، صفا آوردین. اگر کسی نیست، پس بیاین بپیوندین به فامیلی ما. چیزهای جالب براتون داریم، ویدیوهای جالب براتون داریم. یک سلام گرم صمیمانه تقدیم شما اعزای دل و دوستای عزیزم. انشالله که جور صحتمند باشین و خوش و خوشحال باشین در هر گوشه و کنار از این کره خاکی که هستین. باز خوش آمدین به چینل خودتان. تشکر یک جهان از کامنت ها و حمایت هایتان. امروز روز است به نام گلشنبه. یک دقیقه صبر کن. عزیزان، ما میخواستم اول امروز شما چی کنم، یعنی مشوره بگیریم. ازتان ما یک تصمیم گرفتیم که تصمیم وزیر گرفتیم که بعد از این روزهای پنجشنبه تمام کامنت های شما را جواب میتیم و نام وزیر میمانیم گلشنبه کامنت. نه، کامنت گلشنبه. کامنت گلشنبه نام. یا اگر شما کدام نظر دارین اگر شما کدام نام دارین، نام جالب دارین، روزهای پنجشنبه کامنت های دوستای ما را میخوانیم، کامنت های زیبایی که در هفته روان کردن و جوابایش میتیم و دربارهش بحث میکنیم. دیگر اگر شما کدام نام دیگه یعنی داشته باشین، نظر بهترتر دارین یا این برنامه درست است بکنیم، اما این برنامه رو بگیریم یا نگیریم، این همتون بگوین. دیگر نظرات شما قابل قدر است بر ما، حتما نظرتان بگوین. منتظر کامنت ها و نظریات زیبای شما هستیم. اگر که اون زیاد شد، این برنامه را دوباره جور میکنیم، هر پنجشنبه جور میکنیم. اگر نشد دیگه باز نظریاتتان بر ما مهم است. دقیقاً. عزیزان، قسم است که از اگر این برنامه ما یعنی قبول شما بود و شما هم همراه ما هم نظر بودین، از هر هفته را میخوانیم و آل دیگه از یک هفته نیست، از چندین ماه هست. از همیشه را یعنی جواب میدیم. کامنت ها رو دیگه همتون میزنیم، هر کدامش که آمد دیگه. کامنت های شما خب بسیار زیاد زیباست، کامنت هایتان بسیار قابل قدر است، بسیار بر ما خوشایند است. هر کدامش که میبینیم ما و سلطان جان هر دوی ما یک جای جواب میدیم و هر دوی ما یک جای یعنی لذت میبریم، خوشحال میشیم. خب یک کامنت بسیار زیبا است از مدامن، یعنی اینا هستن سلطان مرزایی عزیز یا سلطان محمد عزیز، یکی از سابسکرایبرهای وفادار و یکی از دوستای خیلی خوب یوتیوب ما که از فکر کنم از ویدیوی سوم یا چهارم ما بوده که اینا ما را سابسکرایب داشتن و از همون موقع تا حال ما را در هر ویدیو ما همراهی کردن و مثل یک دوست همراه ما بودن و میخوایم سپاسگزاری کنیم از اینا. و همیشه کامنت های زیبا مگذارن، کامنت های شاعرانه، کامنت های بسیار جالب و کامنت هایشان که من میبینم از دست که بسیار زیاد خوشم میاد. چندین بسیار بر ما شیرین است، کامنت هایشان خوشایند است بر ما. دیگه اینجا یک کامنت دادن که انشالله شما خوار برادر من به قلعه‌های امید خود برسی، در چشمان همه افغان‌های دور از وطن امید پیداست. من هم 20 سال بوی وطن حس نکردم. عید همه مسلمانان مبارک. یک کلمه نوشته کردن سرگوته ریپورت. نمیفهم که درست گفتم یا نگفتم، فکر کنم آلمانی است. دیگه سلامت باشین، یک جهان سپاس، لطف دارین، شما بسیار مهربانی کردین. دیگه همه ما شما فعلا فارسی زبان ها که هستیم یا دری زبان ها یا هموطن ما شما تمام مجبور شدیم که از وطن خود دور شویم یا مسافر شویم یا مهاجر شویم در کشورهای بیگانه، در فرهنگ های جدید. دیگه با امید روزی که یک جای شویم، همه ما شما یک جای شویم، با صلح و صفا با هم یک دیگر یک جای باشیم و هم دیگر پذیر باشیم. دیگه تشکر یک جهان از کامنت زیبایتان. و یک دوست دیگه ما ابوبیل نوشتن که خیلی عالی، زوج موفق کشور، منتظر ویدیوهای جدیدتان هستیم. تشکر دوست عزیز، ما ویدیوهای جدید براتون روان کردیم. خب سمیرا جان هم یکی از کسایی است که به همیشه کامنت میگذارن. حتما انشالله یک روز به خاطر عکاسی میم. بخیر بین، هر وقت آمدین.
100 تا عکس بگیرین، یک چند تا از طرف ما بگیرین. حتما. و یک دوست همیشگی دیگه ما که اونها هم در شهر گوا زندگی میکنن و اونها هم از اول که یوتیوب جور کردیم سلطان جان، بعد چندین ویدیو همراه ما بودن و بسیار کامنت های زیبا میگذارن، بسیار زیاد تشویق میکنن. از تشویقتان، از حمایتتان جهان سپاس. اینجا در ویدیوی چی که رفته بودیم، نمایشگاه رفته بودیم، گفتن که به گفته سلطان جان فقط کشمش باشد ما میخوریم، مهم نیست نامش چی باشد، ولی کشمش که گفتن چی نام داره او نامش منقه است. تشکر ارمغان جان عزیز. منقه نام داره، میگه زیاد سیاه است و کم جلا داره. در افغانستان هر کس اگر زیاد سیاه بوی بود برم منقه میگفته خود نیخوای ارمغان جان. من فکر کردم که خیلی ما هدف مزو کشمشکای سبز بود، کشمش سبز هم فکر میکنم منقه میگفتن. خیلی تا به حال منقه سبز خسته دار. ما خوب بانجان ما خوب در چی کامنت در موجه گفتم ما نمیشناسم دیگه دوستا کدام شما میشناسین که کشمش بود از انگور جور شد کشمش است دیگه. این منقه و سایست سلطان جان کشت جنگ بیا کامنتار میخونه کلش یکی است بانجان. باز هم کامنت ارمغان جان است که گفته سلام به شما زوج مقبول، بانوی دلها و سلطان قلبها. یک جمله بسیار زیبا جور کردن برام. تعریف بسیار زیبایشان. قربانتان بسیار زیاد تشکر که از من نام گرفتین و سلام فرستادین. قربان محبت هایتان. باور کنید که منتظر بودم چی وقت نشر میکنین، چون خودم وقت نیافتم برم بازار. تشکر برای ما نشر کردین، واقعا لذت بردم. قلبکا موفقیت همیشگی شما آرزوی ماست. تشکر، زنده باشین ارمغان جان عزیز. شما را هم خدا سلامت داشته باشه. جهان سپاس از حمایتتان. و دوست بسیار زیاد جالب و که همیشه من در کامنت هایش خنده میکنم و همیشه کامنت هایش بسیار زیاد بر من جالب است و سایل جان که در یک ویدیو 3-4 دانه کامنت میمونه. یکی خو میگه جالب بود، تشکر سلطان جان بانو جان. یعنی هر لحظه ویدیو را که سعی میکنه سایل جان کامنت میمونه، بسیار جدا جواب میده و هر چیزی که میگیم او را جدا جواب میده. مثلا میگه چقدر خوشحال و میگه داماد مسلمان است. راجع البته ویدیو عروسی را گفتن ویدیو عروسی است که راجع به او صحبت کرده. مثلا گفته عروس چقدر بدرنگ سیاه است دیگه. نه گفتم رای دست دیگه مزه داره و دیگه گفته نوش جانتان. دیگه گفته که الا سلطان جان خودت دیگه حرف نداری اما تا تایید باز یک دونه چی هم روان کرده. دیگه گفته الا چی حال شده باران دی سفر ناوق. دیگه باز گفته گل های مقبول اما 2 گل زیبا خودتان هستین. تشکر سایل جان، خدا که هم گل هستی. تشکر از کامنت های همیشه زیبایت، تشکر از حمایتت. سایل جان هم فکر کنم بسیار وقت میشه که یعنی کامنت میمونه. سایل جان حال کامنت یکی از دوستای خیلی خوب، یکی از هموطنای خیلی مهربان و مؤدب و خوشقلب ما گفته بانو جان که بسیار دوست داشتنی هستن و این بسیار دوستشون دارم. محبت می‌ورزن، بسیار ما را تشویق میکنن و بسیار به محبت صحبت میکنن که از ایران هستن، از ایران کشور خود ما و شما. بله دیگه مشتبه جان گل ویدیو ما رو میبینی، یک سلام خاص به خودت. هر جایی که هستی خوش آرام باشی. کامنت های واقعا شاد و شکر است برای ما دیگه. جهان سپاس. بسیار کامنت های زیبا میگذاری. اینجا که کامنت تا سلام به شما عزیزان. سلطان جان بزن یک تیر شارخانی دیگه. ما خود شارخان شده را بتونیم اما سلطان شویم. ترام سلطانه که سلطان هستیم و مو شویم. کافیست. لطف داری با این کامنت های زیبایت همیشه خوش و خندان باشی. هم مثلا گلم سلامت باشین. باش سلطان جان که کامنت های دوستا زیاد است. اینجا کامنت دیگه در پیشی اومد که سایل جان سلامت اومد کرده بود، گفته بود که چی هست من گریه کرده بودم نه چیز گفته بود. خودت گفته بودی که سیکو بانو جان قار است حسابش خراب است، برای خودت هم دست شده. بعد گفته بود که اینا دیگه اون بانو جان یک قسم گریانش گرفته. راست گفتی سایل جان. من گفتم چی هستم من نظر هستم، مال بانو جان میگه که نه اما من امرایت هم نظر هستم سایل جان. خود قال دو تا شما 2 نفر شدین تومت میکنین امروز من چیز گفتن نمیتونم. و یکی سلطان جان گفته بود که من قدر مقبول خواهد شدم که آرس خط دامات ایلا خط کت خواهد دهید. دیگه اینجا برای سلطان جان گفته ها روزهای زمانه اعتبار نیست.
شخص به شخص از چیز گفتنی خاص نداریم. یک دوست بسیار خوب ما فکر کنم مینام که چینل یوتیوب دارن، مهدی لیلما. دقیقا چنین است حمایت ما تقدیمتان. در اینجا این ویدیویی بود که بانو جان گفته بود سابسکرایب نکنین. اینجا حمایت خدا چی میگن بیعت خدا اعلام کرد از ما. تشکر دوست جهان عزیزم. سپاس، سلامت باشین. ما هم از شما حمایت کردیم، ما هم حمایت خود تقدیم شما میکنیم. اینجا یک کامنت بسیار زیبای یک هموطن ما که از ایران هستن، یک هموطن گل مادگام از ایران هستن، اسمشان نواس است، اسمشان نامده، ولی گفتن که خواهر گلم برای شما بهترین آرزوها را میکنم. خواهر گل و گرامی، دل شکستن آسان است، دل به دست آوردن سخت است. ایرا به بانو جان نوشته کرده همون ویدیویی که گفته بودیم سابسکرایب نکو. بانو جان چی گفتنی خودت داری؟ میگم تشکر از شما راست میگن، درست است برادر عزیز. دل به دست آوردن سخت است اما دل شکستن آسان است. دقیقاً این گپشون راست است. بازم جهان سپاس از اینکه کامنت زیبا میگذارین و جهان سپاس از اینکه با ما هستین در فامیل ما. حالا یک شخص بسیار خاص و بسیار دوست داشتنی، حامد جان گل، کامنتش هست که عالی هستین. حامد جان یکی از بسیار دوستای نزدیکم است، یکی از دوستای خیلی خوب و نازنینه که از ایران هستن، برای انگیزه یوتیوب ما هستن و واقعا که قابل قدر هستن. دوست و برادر همیشه همراه ما بودن و هر ویدیویی که گذاشتیم، هر ویدیو و یا کاری که کردیم از ما حمایت کردن. تشکر ازشان بسیار زیاد. با گفته خود ما حامد جان دمت گرم، سلامت باشی. یک دوست بسیار خوب دیگه ما گفته به اسم میهن سبز، سلام برادر عزیز و خواهر عزیز من بیننده همیشگیتان هستیم، لطف دارین، جهان سپاس. یک سوال دارم از شما، لطف کنید حتما جواب بدهید. این سوال از ما کردن سازمان ملل در هند باز است یعنی وزیرش داره یعنی منتظر جواب هستیم. دوست عزیزم، اولش خود شما در کدام کشور هستین؟ اگر در کشور افغانستان هستین، از کشور افغانستان هیچ ویزه با مثلا از کشور هندوستان به افغانستان هیچ ویزه صادر نمیشه بجز از ویزه ایکس که همون ویزه است که به تابعیت های که کسی که هندی است در اصل ولی پاسپورت افغانی داره به اونو داده میشه و به افغانای خود ما و شما بسیار به خاطر از اینکه بسیار ضروری باشه ویزا نمیتن. و ها ملل متحد در اینجا باز است، وزیرش هم داره و این فرق میکنه نظر به کیستان که شما چی کیس دارین و از کدام کشور میین و چی گفته میین. دیگه امید است که جوابتان گرفته باشین. بازم اگر کدام سوال داشتین حتما در کامنت بانین، براتون انشالله اگر نصیب بود در پنجشنبه بعدی هم حتما میگذاریم جوابتان انشالله. سلطان جان، یک دوست ما نمیفهم جکوی هستن نامشان چی هست؟ جک. خب میتونیم جک صدا بزنیم. جک هست نامشان، دیگه نمیفهم دختر هستن یا بچه هستن. خب اینا در کامنت گفتن که خانم بانو صدای شما بسیار شباهت دارد با مادوری دیکشت وقتی هندی حرف میزنین. از برنامه های خیلی دلچسبتان از هر دوی شما عزیزان تشکر. تشکر دوست عزیزم، زنده باشین، شما لطف کردین، حسن نظرتان است. من خب بانو جان را یگان وقت میگم خوار مادری دیکشت هستی. تشکر سلطان جان، نمیفهم دیگه چی بگویم. بازم تشکر از لطفتان، زنده باشین. یک کامنت دیگه داریم از خاطر جان، زیاد غذای خیابانی هند خوش دارم. نوش جانتان شب و روز خوش داشته باشین، زوج موفق سلامت باشین. انشالله که نصیبتان شود بخیر هر وقتی که هندوستان آمدین غذای خیابانی هند نوش جان کنین، ولی احتیاط کنین که اینجا غذای خیابانی اکثرا مثلا چی نمی باشه، صحی نیست زیادتر. خب بازم یک کامنت از سلطان مرزایی است که گفته خدایا تو را به مهربانیت قسم دلهای گرفته را شاد، دستهای نیازمند را بی نیاز فرما، قلب نورانی، تن سالم، آرامش خاطر نصیب همه کن. عرض ادب خدمت شما، زوج دلاور خیلی عالی، معلومات خوب از غذاهای خوشمزه و ترجمه خوب نمودین، موفق باشین. تشکر مرزایی صاحب. مرزایی صاحب عزیز سلامت باشین، قربانتان از این کامنت های زیبایتان و از این شعرهای زیبایتان. همیشه بسیار زیاد کامنت هایشان جالب می باشه، بسیار پرمعنا و بسیار جالب. شما سلامت باشین. دوست عزیز ما مجتبی جان باز هم گفته درود به شما زوج آریایی زیبا، آفرین بهتون با این ویدیوهای عالی و ویدیوهای زیبا و عالی. تشکر از شما. خب مجتبی جان عزیزم، ما همه شما آریایی هستیم دیگه
با یکی دیگه مینازیم، به می هموطن بودن خود مینازیم. دیگه سلامت و سربلند باشین، خوشحال باشین هر جایی که هستین. دعا میکنم که خوش و خوشبخت باشین هر جایی که هستین. هموطن گلم سلامت باشین، قربانتان. اینجا باز هم یک کامنت دیگه است از زحمت. سلام به شما دو زوج زیبا و موفق، بسیار زیاد برنامه عالی و دلچسب جور میکنین. بیخی این غذاها و شیرینی ها را دیده دلم او شد. تو گشنه شدیم حال زودتر از کدامش جور کنم در خانه. در مسکو یک جای است به نام منطقه هندی ها، اونجا همه چیز فروخته میشه اما بسیار زیاد قیمت. یک قوطیگک میتایی را که 6 دانه گک داره 800 روبل میته. باشم دفعه برم حتما ویدیو شما را برش نشان میتم و پرسان میکنم که چرا اونجا ارزان است و اینجا چرا قیمت. و این لا مذهب ها در جان ما میزنن. خدا انصافشان بده دوست عزیزم که اتو کارا رو نکنن. ها دیگه یک جایی که چیز زیاد نباشه اونجا قسم قیمتی میباشه. دوستای عزیز یک چیز جالب براتون نشان بدم. اینجا ما کامنتار میخونیم. این دوست برای فکر اینجا سگک گوش میکنه، گوش میکنه. کامنت های شما برای هم بسیار زیاد جالب و زیباست. خب سرما دیگه تقریبا شام شده، زاغ هم دعوا میگرده. هم یک کامنت دیگه رو میخوانم دیگه. دوستای عزیز از کسایی که ماند دیگه میبخشین. انشالله اگر برنامه های دیگه بود از این هفته بخیر انشالله همیشه میخوانیم. کامنت هایتان حتما جواب میدیم. بله. باز هم ارمغان جان گفته که سلام به شما زوج زیبا، خیلی 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 عالی و جالب بود، واقعا دلچسب بود تمام غذاها. اما لسی سالتی میگن اینجا دوغ نمکی میبخشین. دوغ نمکی را خیلی هم مزه‌دار است. زنجبیل و زیره دارد. اما دال چاول تمام هندی ها بگوید همین یک غذای رسمی دارند. بله دال چاول غذای رسمی از اینها است که سرتیفیکیت هند را حاصل کرده. باید در کتاب گینس هم ثبت شود. دقیقاً ارمغان جان هم است، باید که ثبت شود. و دوغشان راستی هم او دوغشان خوردیم، دوغشان جالب است، مزه‌دار است. مثل دوغ چی میمونه قریه و ایجایا دوغش زیاد جالب است، مساله دار است. این بود برنامه امروزی با کامنت های زیبا و بسیار شیرین شما که قدر کامنت های شیرین دادین، قدر کامنت های شیرین دادین که گفته اگه تا شکرم و بیخی بالا میره. نام خدا. تشکر از همتون دوستای عزیزم. بسیار زیاد خوش میشم کامنت های شما رو میبینم. تشکر از اینکه همیشه کامنت میگذارین. جهان سپاس. و کامنت های کسایی که مانده بسیار زیاد ببخشین به بزرگواریتان. یکی خو سرما شام شد و دیگه ان شاء الله یعنی مطمئن نیستم کم پاشه زیاد است. پاشه کم نه بیخی زیاد است. مطمئن نیستم دیگه که این برنامه رو باز هم جور خود کردیم نخود کردیم. میبینیم منتظر شما. اما منتظر نظریات شما عزیزای دل هستیم. خب شما را به خداوند یکتا میسپاریم. الهی که تنتون سالم و سرتون سلامت باشه. منتظر کامنت های زیبایتان هستیم. ان شاء الله. وقت همه بخیر. الله نگهدار.